به نام خدا. سلام، امروز در خدمتتون هستم با آموزش سالاد اولویه با تمام نکاتش. با من همراه باشید تا یه سالاد اولویه خوب درست کنیم. به خصوص الان که فصل مدرسه ها هست میتونید برای فرزندانتون درست کنید. مواد لازم: سینه مرغ 1 عدد. من از قبل با پیاز، نمک و فلفل و زردچوبه و آب پختم، بعد ریش ریش کردم. یه مقدار از آب مرغمونم استفاده میکنیم چون مزه خوشمزه‌ای به سالاد اولویه‌مون میده. خیارشور متوسط حدود 7 عدد. سیب زمینی 4 عدد تقریبا بزرگ پخته، 3 عدد تخم مرغ آبپز، 2 عدد هویج، 4 عدد سوسیس، سس مایونز. اگه میتونید از سس مایونز شرکتی استفاده کنید، ولی من اینجا از سس مایونز خونگی استفاده کردم که دستور تهیه‌اش رو توی پستام گذاشتم. خب من اینجا مواد اولویه‌مو مثل سوسیس و سیب زمینی، تخم مرغ، خیارشور و هویج همه رو رنده کردم. برای شروع میایم یه ظرف برمی‌داریم که گنجایش موادمون رو داشته باشه. اولین نکته سالاد اولویه اینه که شما اول سیب زمینیتون رو توی ظرف میریزین. چون سیب زمینی نشاسته داره و تقریبا مزه‌ای برای از خودش نداره، اول یه مقدار از سسمون رو به سیب زمینی اضافه میکنیم. سس رو که اضافه کردیم من یه کوچولو از فلفل استفاده میکنم، ولی از نمک نه، چون سیب زمینیم با مرغم با نمک پخته شده. سسم نمک داره، خیارشورم شوره، پس نیازی به ریختن نمک نداریم. این مواد رو یکم مخلوط کنید، بذارید داخل یخچال. یکم که سس به خورده سیب زمینی رفت بیارید بیرون و باقی مواد رو بهش اضافه کنید. من اینجا از لیسک استفاده کردم، شما میتونید دستکش بپوشید و خوب موادتون رو با هم دیگه ورز بدید. از یک کم آب مرغم اینجا استفاده میکنم چون سیب زمینیم خیلی سفته و اگه یکم مواد شلتر باشه بهتر به خورده هم دیگه میره. بعضی سیب زمینی ها به خاطر نشاسته‌ای که داخلشون هست حالت چسبندگی بیشتری دارن. یه مقدار دیگه سس و یکم آب مرغ اضافه کردم. این مواد که یه دست شد بذارینش داخل یخچال حدود 1 ساعت تا سیب زمینی خوب مزه سس رو به خودش بگیره. من الان 1 ساعت سیب زمینیم تو یخچال استراحت کرد و کاملا سس به خورد سیب زمینی رفت. حالا شروع میکنیم یکی یکی. اول سوسیس، یکم از سسمون اینجا باز اضافه میکنیم. یکم که مواد به خورده هم دیگه بره کافیه. اینجا چون موادمون یکم سفته از یه قاشق کمک میگیرم. خب یکم که موادمون به خورده هم رفت باقی مواد رو اضافه میکنیم. سس رو هم میزم. اگه احساس کردین سسش کم هست از سس بیشتری استفاده کنید، یکم سس اضافه کنید، بستگی به ذائقه خودتون داره. میتونید خیارشور رو حذف کنید و موقعی که ساندویچ میخواید بکنید یا برای تزیین خیارشور رو برش بزنید یا ریز خورد کنید و اضافه کنید. میتونید به سالاد اولویه‌تون نخود فرنگی پخته یا ذرت پخته اضافه کنید، ولی اگه خواستید تو قالب بریزید سعی کنید موادتون رو حتما رنده کنید. خب من اینجا یکم دیگه سس اضافه میکنم. مواد که یکم یه دست شد مرغ پخته شده و ریش شده رو اضافه میکنیم. شما میتونید سوسیس رو حذف کنید مرغ بیشتری بریزید یا برعکس مرغ رو حذف کنید و سوسیس بیشتری بریزید.
کاملا مواد رو یک دست کنید. بهتر سالاد اولویه به مدت 5-6 ساعت توی یخچال استراحت کنید تا مواد کاملا به خورده هم دیگه بره و مزه ها رو به خودشون بگیرن. خب من الان خوب موادم رو با هم دیگه یه دست کردم، روش رو با سلفون میپوشونم و میذارم یخچال. شما میتونید سالاد اولویه‌تون رو از روز قبل برای تولد و دور همیه و مهمونی آماده کنید و روش رو بپوشونین و بذارین یخچال و فردا استفاده کنید. اولویه‌مون آماده شد، تو دیس کشیدیم و تزیین کردیم. شما هم اولویه‌تون رو درست کنید و با موادی که دوست دارید تزیین کنید.